سلام خدمت دوستان عزیز. موتور خودروی پراید هستش که بر اثر روغنسوزی و عدم توجه به مقدار کافی روغن موتور یاتاق زده که همینطور که مشاهده میکنید گیج کاملا خشک هستش و هیچ روغنی داخلش نیست. در ظاهر ماشین سالم به نظر میرسه. حالا به این صورت مشاهده کنید که اصلا روغن داخلش نیست. در ادامه هم حالا موتور رو باز میکنیم و خدمتتون به نمایش میذاریم. در ادامه دوستان توجه داشته باشید که روغن کاملا تموم شده و در اثر دیر عوض کردن و کم شدن تبدیل به گریس شد.